به رهبرای تاجیک ما، چی معلم باشن یا استاد باشن و یا قماندان باشن و یا وزیر باشن و یا حتی در ریاست جمهوری باشن، من میگم شرمتان باد، ننگتان باد. شما اصلا با جبین تاجیک ها یک لکه ننگین هستین و دیر یا زود مردم ما حق خود میگیرن، از حقتان میگیرن و دفاع میکنن از حق شهروندی خود. و انشالله اگر وقت که رسید که وقت امتحان دادن باشه که کی نخبتر است، او معلوم میشه. حالا شما زورتان بزنین، این کار وحشتگریتان و وحشیگریتان انجام بدین. دیگه افغانستان فعلا یک باغوش است و اونجا هر روز ما شیرهای پیدا میکنیم، پلنگای رو پیدا میکنیم. یکی شیر میشه، یکی ببلو میشه، یکی شغال میشه. ولی ما براتون میگویم که کسایی که امروز خود شیر مینامن، اونا پیش من و پیش هزاران انسان دیگه کفتار بیش نیستن، شغال و سگ زرد پیش نیستن. ما شما خوب درست میشناسیم. شما هر قدر که خود شیر بسازین یا پلنگ بسازین، پیش ما اونمو خرلنگ هستین، اونمو کفتار هستین، اونمو سگ دیوانه هستین. دیگه کارهایتون انجام بدین، بکنین. به همتبارای تاجیک ما میگویم براتون که غمتان خودتان بخورین. خداوند با کسانی میباشن که خودشان از حق خود دفاع میکنن، حرکت میکنن. دیرزی و شادزی با امید گفتارهای نیک در آینده. شب و روز همتان خوش. با احترام، آرزو نوبهار. بدرود.